السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاد و پیروز و سربلند باشید. از الله ذوالجلال خوشبختی، سربلندی، سعادتمندی برای هر یک شما خواهان هستیم. با شما هستم گروه صلاح جامعه محمد. میخوام که برای شما پیشکش شما بنمایم چندین چیزهایی که نو اومدگی بیگمس برای ویز گرفتن و همچنین نپدابی سمیوان بگیم یک چیزی نو اومدگی شنچنوش میگن با این چیزها اومدگی است. و برای این فصل، برای این وقت امیگا 3 داریم که نمودهای نوش اومدگی هستند و همچنین برای انسان هایی که پرستاتیت هستند خیلی که میبینید 1 2 3 4 5 6 نمودچه داریم و برای مردانه ها هم داریم و الحمدلله رب العالمین بسیار چیزا هست. چورنتمین هست، برای گرده هست، برای چورنتمین با کسانش که خیلی خدا نمیتونن جدش خدا نمیتونن کپسولاش هم داریم. ان شاء الله میتونه که زکات کنید. ما الحمدلله رب العالمین گروه صلاح جامعه تلفنمو هم به طریق پشت روان کرده میتونیم و هم دستافکا داریم و ان شاء الله که میتونید زنگ بزنید هر روز. ما ان شاء الله که دکار هستیم و حد امکانش رو جواب میدیم و گفتنموند دوخی هایی که مثلا بگیم چی نموده که در کار است این الحمدلله زیاده نمیدونم 30 نمود زیاد است. نه هر یک کلمه رو اگر بگم مگر هم 1 ساعت بگم تو زیاده از 30 نمود دوخی داریم الحمدلله و همچنین از مشهورترین مثلا بگیم داروهای سونامید میگن که بسیاری تو شاید استفاده بردگی برای تمام چیزا، برای ساختن دیابت، برای ژنسکی بیسپلودیا، برای مردانگی را آوش بقوت کردن، برای ژلودکا، برای پوچکا، برای زرینیا، برای دولینیا، برای پرستاتیت، برای بیسپلودیا و همه اینها را ما داریم. میتونه که به خطو بره و میتونیم که به شما را به طریق پوچتا، به طریق دستافکا خیلی که به شما را آسانه و میخواهی انشالله که راه میکنیم و ما هم خیلی که میدونید الحمدلله حجامه میکنیم و کسانی که پیشوی ما میآین برای ما تحفه، یعنی که از ما برای هر کسی که حجامه میاد تحفه است، یا ماشینکه باشد، یا جای نماز باشد، یا دوخی باشد و انشالله که با حاجی کلان همینجا هست چی میکند با خودش مثال مثلا که تحفه های با زیادتر میتد. میخوام که جای حجامه و شما نشون بدم یک کم که باشه مثلا بگیم که بسیاری ها امروز یعنی حاضر وقتی ایمونیتیت خود رو به قوت کردن اومدگی است باید که ایمونیتیت رو کمتر به قوت کنید. حجامه خیلی که شما میدونید حجامه بهترین چیزی که شما میتونید شفا بیاید این حجامه هست. خیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است که در 3 چیز شفا است، یکی در عسل، یکی در حجامه، یکی در سوزاندن. یعنی شما باید که چه کنید حجامه و عسلش این وقت زمان دا استفاده برید. وقتی ان شاء الله که حاضر نشون تو میتم حجامه را و برای حجامه میخواستم که اندکی هم باشد روشنی بدم که در حجامه چی میرود. مثلا در جای ما در صلاح حجامه یکم خوشمندایی که این حاضر چخیلی که گفتم در این فصل لازم است، یک چیزی لازمات است، این بوچکه است. یا مثلا نگاه کنید بوچکه‌ای که در بوچکه برای پرستاتیت، برای عصب آرام کردن، برای خنکی را برآوردن، برای پادرد، بغندرد، مثلا تمام ارگانیسم انسان فایده دارد. استرخندروز بله بسیار چیزا هستند. مثلا اولین چیکارش میکنیم چند قیقی قوت داشته باشد. ریکامنداسیش ای 15 منوت مثلا تو 15 20 منوت کسی که چند بتونه. بعد از این چیکار میکنیم؟ بعد از این خیلی که اینا برادر ما هلدگی است یعنی چوی ما حاضر همش نشون تو میتونیم ان شاء الله یکم که اینجا برآوردیمش این برادر رو ما برآوردگیم. بعد از اون با دستمون کمتر مساج می‌کنیم، بعد اپارات خط می‌کنیم، بعد بانکا می‌مونیم، بعد از اون حجامش می‌کنیم. ان شاء الله که حاضر همشه یک طبقه نشون تو میتونم. ان شاء الله که حاضر با دستش می‌کنیم، مساج دستش می‌کنیم ان شاء الله. اونجا یکی از لازمات همین حجامه همیه نه یکی از لازماتش یک از لازماتی که در وقت حجامه برای بوی کردن یعنی بسیاری ها مثلا چی میشوند در نشن یا
شاخ میکنن. اینها این رگایی که اینجا هستن، این در رگی که اینجا میره، از جهتی که کم میجنبن، از جهتی که مثلا دیپراین پیتانیا دارن، بعد این پشون خیلی چی میشه. بسم الله. بعد از آنی که مثلا با دست مو کردیم، چون که برای چی را خون ساز گرفتن خواهش میکنیم، اول مثلا بگیم که کمتر در جوش میداریمش. نگاه که کرده چیلی که میبینیم مثال که سر شده است، خون در جوش درمده، برای بانکر هم ماندن مثلا آسون میشه. و بعد از آنی که با دست کردیم، مثلا تقریبا 4-5-10 minute مثلا چند دقیقه لازم باشه برای تیار کردن بگیم که بانکمونی. بعد آپارات نی مساج میگیریم. آپارات مساج این خیلی چیو داریم، آپارات ها داریم برای مساج. اینا هم در فروش هم هستن، میتونه که زکاس کنه ان شاء الله. و هم استفاده میبریم میره با برادرایی که مساج چی هجامش میکنیم. ماشاءالله زیاده از 30 تا سکورز داره. 900 چیز سکونده میزنم. اودار بگیم سکونده میزنم. این حالی اگر که نزدیک بیاید، این نهایت مقصد بگیم که خوب است. ماشاءالله هست ده. اگر کسی که زکات نباخته چه مثلا میتونه که در خونه همین پروسدور را انجام بده. ماشاءالله. برادر خوبی؟ الحمدلله. ماشاءالله. و بعد انشالله که بعد از مساج بگیم شوشا بانکوشا یعنی مساج دستی کردن همه جوش سر شدیه که حضرت مساج دستی و اپارات همش کردن. بعد نوبت انشالله که بانک هست، بانکاش میزنیم. وابسته از بعضی مثلا بگن که من 20 بانک بزنم، بعضی میگن 30 بانک بزنم. مهم در این نیست که 40-50 بانک تو بزنن یا مثلا که یک تا. مهم در آن که همه توچکا را دونستن زدن که انسان فایده بیاره. خون کم. بعضی مثلا بگن که من از زد خونم 1 لیتر برمد. نه، گپ در اون نیست که کم یا زیاد بیاره، هم قدری که فایده داره هم قدر. اینا بسم الله. مثلا این توچکایی که میبینین توچکای واسه عصب همه کیه انسان مثلا بسیار طرف دلش برای دلش مثلا کار کردن باشه، این طرفش هم برای لخیاشو تا یا تاگه میزنن برای سرش تا. بسم الله. این حضرت چی داره مثلا دوستان امانت که گریجا گفتن که اگر که گریجا داشتگی باشه ممکن نیست در بالای گریجا زدن. بعضی میگن که گریجا در بالای گریجا بزنن فکر میکنن که فایده میده. نه، برعکس میدونش. حالا همون ممکن نیست در بالای گریجا زدن، عموما ممکن نیست. و چیشه یعنی لزوزنیش سیون کنم میکنیم چون که یوتیوب زواکرش میکنه. در یوتیوب ممکن نیست این چیز. باقی در امان الله باشید. الله ذوالجلال همه تو نگهبان باشد. ما انشالله که گروه صلاح جامعه در خدمت شما هستیم و رقیه خانی هم هست انشالله که همش هست در خدمت شما. شاد و پیروز باشید و سربلند باشید. سلام علیکم و رحمت الله.